با مقصد پیشگیری بیماری سیرویتی کرونا کووید 19 طبق نقشه نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر حصار، مرکز دولتی نظارت سانیتری اپیدمیولوژی و کمیته حالتهای فوق‌العاده و گردشدنی در شهر با گذراندن چاله‌بینی‌های پروفیلاکتیکی در تمام کوچه و خیابان‌ها، منزل‌های استقامتی، بازار و دکان‌های خدماتی معیشی، کارخانه و تشکیلات، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی را با پوشیدن مایه‌های ضد ویروسی به ضرر گردانده، کارهای فهماندهی را بین اهالی و سوداگران بازار و دکان‌های خدماتی به راه ماندند. در تمام تشکیلات‌های ابداعی حزبی دایر به پهنشوی و پیشگیری بیماری همگیری کرونا ویروس کارهای فهماندهی، توضیحاتی و مصلحت‌های مفید داده شدند و در این بابت در تمام مؤسسات، تشکیلات و تشکیلات‌های ابداعی حزبی که کارمندان ما واخوری انجام دادن جهتی آماده نمودن آنتیسپتیک ها، موادهای ضد ویروسی، پاکسازی و رعایت حالت‌های گیگینی سانیتری مصلحت‌های مفید دادند و در همین بابت یک چند اکسیه‌های ترغیباتی تشویقاتی در میان جامعه آنجایی که انبوه آدمان هست گذرانده شدند و در برابر کارهای فهماندهی اینچنین نقاب‌های محافظتی به طور رایگان تقسیم کرده داده شد. از جانب دکتران سیرویتشناس به ساکنان درباره بی‌ضررگردانی و پیشگیری بیماری سیرویتی کرونا ویروس که امروزها تمام جهان را به کام خود کشیده است مصلحت‌های مفید داده شد. مسئولین خبر می‌نمایند که طبق نقشه تا امروز از جانب کارمندان مرکز دولتی سانیتری اپیدمیولوژی و بخش کمیته حالت‌های فوق‌العاده و گردشدنی در شهر حصار تمام کوچه‌ها، اتاق‌های کاری، کارخانه و تشکیلات، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، کودکستان‌ها، بیمارخانه، درمانگاه و گرد و اطراف را با داروها بی‌ضرر گردانیدند. ما تصمیم داریم که یک چند اکسی‌های دیگر و کارهای تبلیغاتی تشویقاتی را میان جامعه و میان تشکیلات‌های ابداعی حزبی، اعضایان حزب و عموما همه شهروندان تشکیل کرده گذرانیم و در پیشگیری پهنشوی همین بیماری‌های ویروسی خاصه کرونا ویروس سهم ارزنده خودمان را گذاریم. با مقصد پیشگیری بیماری‌های سیرویتی کرونا کووید 19 در شهر حصار از جانب مسئولین تدبیرهای سریع وقتی اندیشیده کارهای پروفیلاکتیکی در دیگر منطقه شهر ادامه دارد.